با یاد و نام خدا، سلام و درود به همه همراهان سکوی هوش برتر. تو این قسمت میخوام 5 تا پرامپت به شما معرفی بکنم که با همون گوشی که توی دستتونه بتونید درآمدزایی بکنید بدون اینکه برنامه نویس باشید یا اینکه سایت داشته باشید. فقط با هوش مصنوعی و یک کمی زرنگی بتونید درآمد خوبی برای خودتون بسازید. خب بی معطلی میریم سراغ اصل مطلب. پرامپت اولمون دوستان برای تولید محتوا برای پیج اینستاگرام هست. ببینید دوستان، خیلی از پیج ها دنبال کسایی هستن که براشون کپشن بنویسه، تولید محتوا بکنه. خب حالا یا بنده خدا یا وقتشو نداره یا تازه وارده یا دنبال یک کپشن با کیفیت میگرده. خب ببینید پروژه‌اش توی دیوار و شیپور و آی استخدام و سایت های فریلنسری هم هست برای ساخت کپشن، تولید محتوا. ادمین پیج اینستاگرام فکر می‌کنین چی کار میکنه؟ همین کارا رو میکنه دیگه. این البته یکی از کاراشه. خب ما برای این که حالا این پروژه رو فرضشو بکنیم گرفتیم، اون وقت فروشگاه لباس زنانه هم هستش. خب چه جوری باید به این هوش مصنوعی بگیم اصول کار به چه صورته؟ ما باید اینجوری بهش بگیم فرض کن یک کارشناس بازاریابی در اینستاگرام هستی. برای پیج فروش لباس زنانه یک کپشن یا حالا هر چی که حالا پروژه میخواد، کپشنه، نمیدونم کاوره، حتی میتونیم بهش بگیم آقا پرامپت کاورش هم بنویس برای کنوا، برای هوش مصنوعی کنوا، پرامپتش هم مثلا این کن، دلایلش هم بنویس چرا این انتخاب کرد. ممکنه مشتری بپرسه یا مثلا شما بیاین بهش بگیم به این دلیل به این دلیل به این دلیل این کاور خوبه. خب این نشونده، اگه نپرسید شما بهش بگید. اینجوری باعث میشه که توی دید مشتری شما حرفه‌ای نشون داده بشید. خب در صورتی که خب همه رو دارین با هوش مصنوعی میبرین جلو. اتفاقا خیلی هم با کیفیت ترم هست. خب ادامهش اینستاگرامی بنویس با لحن صمیمی و دعوت به خرید محصول. حالا محصولمون چیه؟ بهش میگیم ما محصولمون مانتو تابستانی با تخفیف ویژه هستش. خب حالا هر انتظار دیگه ای هم که داریم می نویسیم براش و بعد میفرستیم براش. ببینید نگاه کنید چقدر خوشگل اومد. دختر تابستون یامان تو آیه خونک و شیپه تابستونمون رو تخفیف ویژه رسیدم. خب ببینیم فرصت محدوده. این فرصت محدوده، بازاریابی عصبیه. خب این حالا دوباره خب ببینید چقدر صمیمی، چقدر این کار برا کافیه که اون مشتری حس بگیره. همین کافیه، فقط حس بگیره و حسش خوب بشه میخره ازتون. خب بریم سراغ پرامپت دوممون، یعنی نوشتن رزومه برای دیگران فارغ التحصیل یه رشته‌ای. خب خیلی دوست داره که مثلا رزومه خب شخصی سازی شده. مثلا خب آی استخدامم رزومه میسازه. یه سایت دیگه هم بود جزو سایت های کاریابی و فریلنسری بود، اونم رزومه میساخت. خب اما خب یه وقته که میخوای آقا رزومه یه خیلی شخصی سازی شده باشه. ساخت رزومه هم دوستان یکی از درآمدزاترین کار هاست. یعنی با یه پرامپت ساده خیلی راحت این خدمت رو میتونید بیاید و ارائه بدین. اینجوری هم باید بهش بگیم یک
متخصص منابع انسانی هستی برای یک فارغ التحصیل رشته حالا حسابداری با سابقه. ببینید اینجا من دارم میگم، ببینید منابع انسانی که خب جزء حوزه برای ساخت رزومه هستش. خب بعد یک فارغ التحصیل یا یک مثلا متخصص، یک مثلا فلان رشتهش چیه، رشته عمرانه، رشته معماریه، رشته مثلا بپرسید اینا رو مثلا رشتهتون چیه، سابقه کار دارین، چند سال کجا دارین. خب تک به تک اینا رو مشتری براتون میفرسته. اتفاقا خوبه که اینجوری میفرستین، میپرسین ازش، نشون داده میشه که مثلا شما یه حرفه‌ای هستین توی این کار. خب و اعتماد میکنه. خب کار وقت در فروشگاه، یک رزومه استاندارد و حرفه‌ای بنویس با قالب مرتب و زبان رسمی. خب بریم ببینیم چی شد. میتونید حتی حالا اگر که چت جی پی تی پلاس رو دارین، اگر میخواین از چت جی پی تی استفاده بکنید، باید از اون چت باتای دیگه هم که بخواین نگاه کنید. ببینید رزومه کاری، ببین تاریخ تولد فلان سال اومد نوشت، چقدر خوشگل، هدف شغلی، تحصیلات اومده. خب گفته ببین اینا را هم میتونین بیاین تستش کنین، بعد بگین خب رشته‌تون دانشگاهی که حالا مثلا کی مثلا فارغ التحصیل شدین، معدلتون، هر چیزی که لازمه. یعنی الان مثلا اومدم بهش گفتم دیگه، بهش گفتم با قالب مرتب و زبان رسمی. خب اومده گفته خود این سابقه کاریتون بگین کجا مهارت، چه مهارتی دارین، مثلا بگین مثلا من بیام چاو کنم بنویسم. اینا را که میگین، خب تک به تک اینا را که میگین، تو دید مشتریتون خیلی حرفه‌ای و انگار مثلا یه تیم هستید اون موقع. اگر که یه قیمت بالایی هم بگی میخرن ازتون. خب و اگر که حالا از هر چت بات دیگه ای استفاده میکنید، حتما از خودش بپرسید تو میتونی مثلا وردشو برا من این بکنی، من میخوام تو قالب یه جدول باشه، یه کادر تور مثلا باشه. خب اینجوری هم حالا مثلا ساده نباشه، مثلا حالا یه حالت قالب تور، یه حالت مثلا چیزایی که خودتون بلدین که خب بساز. اگه نه بلد نیستیم که خب مثلا اینجوری قالب باشه بهتره. خب حالا شاید مثلا بگیم آقا این رزومه که قاله خب خودش بره بزنه دیگه. ببینید شما اگه مشتری مداری رو هم بیارید توی کارتون خیلی عالی میشه. یه وقتایی ممکنه که آقا مثلا یه سری مثل همین جا آقا مثلا قالب خب چه دردش میخوره، حالا نباشه طوری نیست، اما اگه باشه یه ارزش افزوده میشه نسبت به کسایی دیگه، کسایی که حالا دارن این کار رو میکنن و خب مشتری راضی بره با 3 تا 4 تا بر میگرده. خب یعنی شما مشتری رو اگر که قانون مشتری مداری رو بیان رعایت بکنین به نفع خودتونه. خب بریم سراغ پرامپت سوممون دوستان، تولید اسم برند یا اسم پیج برای دیگران. ببینید اکثر کسب و کارها هستن خب که دنبال یه اسم خاصی میگردن، کلن اسامی خاص طلاست، مخصوصا تو شروع یه کسب و کاری. حالا اون شروع اون کسب و کار ممکنه که بخواد توی بین المللی رو هم به اصطلاح ساپورت بکنه، پس مهمه که کسب و کار چی باشه. چند سال پیش خود من بازاریابی یه شرکتی رو میکردم، شرکت چسب بود و چسب چوبش، اسم چسب چوبش بود دالیا. خب اینها خب این بندگون خدا مدیریتش نیومده بودن فرهنگ سازی بکنن برای کل
کشور، اسم اون برند رو. دالیا توی شمال کشور خیلی معنی بدی میده دوستان. یعنی من مطمئن بودم اگر این چسب بره توی شمال حداقل 2-3 تا تلفات میدن تا این حد. دالیا به معنای شمالی یا مثلا کودن یا معنای مثلا پخمه یا همچون چیزایی میده. خب اسم برند خیلی مهمه، شعار خیلی مهمه، تأثیر داره. باید فرهنگ رو این بکنیم. خب مثلا تخصص میخواد، حالا فرضشو بکنیم ما حالا تخصص هم نداریم، چی کار باید بکنیم، چه حرکتی مثلا باید بزنیم، باید بیاییم از چت بات استفاده بکنیم. فرض کن یک مشاوره برندسازی هستی، ما میخوایم برند بسازیم دیگه، برندسازی هست. یک پیج محصولات مراقبت از پوست، 5 نام، حالا 5 نام یا 50 تا نام، 100 تا نام. خب ببینید مشتری حوصله نداره که شما بخواید 50 تا رو عینش رو بفرستین، بعد 50 تا هم که بفرستین شک میکنه چه جوری مثلا 50 تا در آورده، یا الا از قبل داره فرستاده ارزش برا من قائل نشده یا داره تقلب میکنه. یعنی خودتون خراب میشید یه جورایی، مثلا بین 5 تا یا مثلا 10 تا 8 تا یا همچون چیزایی. خب ادامش حالا یا فارسی یا انگلیسی، فارسی و انگلیسی مثلا جذاب، ساده، قابل ثبت. این قابل ثبتی که گذاشتم بعضی وقتا میاد یه اسمایی رو میگه که کسایی دیگه انتخابش کردن. خب نخواید برید این بکنید، یعنی این قابل ثبته یعنی این که آقا جای دیگه کپی نکن، بسازش، تولیدش کن. خب کلا ما هر اطلاعات که در اختیار این هوش مصنوعی میذاریم، هوش مصنوعی هم داره به یک دیگه پیشنهاد میده، پس خب مهمه که قابل ثبت باشه حتما. خب و مهمتر از همه قابل برند شدن. مثل اون چسبه نباشه که بهتون گفتم چه معنی میداد تو شمال کشور، همه جا قابل استفاده باشه. خب جوری نباشه که معنی بدی بده. این نکات خیلی مهمه، جوری نشه که بی معنی بشه برای یک کشور خاصی، شهر خاصی. خب پیش نهاد بده که خاص و زنانه باشه، بستگی داره اون برنده مال کیه، چیه، موضوعش چیه. مثلا لوازم آرایشیه، آره خاص و زنانه بهش میخوره. مشتری مثلا مشتریاش اکثرا زن ها هستن، اکثرا دختر ها هستن، مؤنث ها هستن، آره خاص و زنانه بهش میخوره. یه سری نکاتیه که خودتون وقتی پروژه میگیری باید تشخیص بدی. خب حالا اینا من دارم اینجوری میگم که قشنگ حواستون باشه. خب ادامش و برای کدوم یک شعار بنویس و دلایل انتخاب نام و شعار رو بنویس که چرا انتخاب کردید. چون ما باید بدونیم چرا انتخاب کردید. میدونی چرا باید بدونیم؟ برای مشتریمون ما باید توضیح بدیم بهش دیگه. 5 تا 10 تا 8 تا مثلا انتخاب کردیم، باید بهش توضیح بدیم که قشنگ متقاعد بشه که آقا مثلا به فکر خودش برسه. دقیقاً یه وقت مثلا میگه آقا این نوازش مثلا خوبه، چرا خوبه؟ مثلا به خاطر اینا رو هم کپی پیست نکنین تو اونجاها، به زبان خودتون توضیح بدین قشنگ بهش. خب یعنی این نباشه که 0 تا 100 فقط کپی پیست باشه. خب حالا مثلا چارچوب برای بهتون
میده. مثلا نگاه کنید شعار مثلا خب اسمش چی بود این شعار؟ سوها. حالا ما چون نگفتیم مثلا برای چی میخوایم، این حالا اومده یه همچین قالبی رو اومده داده. ببین دلیل انتخاب، نام، ترکیب، مه، نماد، لطافت، رطوبت، اینجوری. ببین ممکنه که مشتری بگه برای بین المللی هم میخوام صادرات واردات بکنم، میخوام فلان کار را بکنم، میخوام بهمان کار، همون میخوام چی کار بکنم هم به چت بات بگیم فلان نامه رو میخوام فلان کار رو بکنم، بعدش هم همه رو نیاریم توی چت. خب این برنده که تموم شد میریم یه به اصطلاح چت جدید باز میکنیم برای برنده بعدیه. خب یعنی و یه همچین حرکتی رو میزنیم. خب بریم سراغ پرامپت چهارممون. ترجمه حرفه انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی هستش. خب ما الان میخوایم انگلیسی به فارسی رو بیایم انجام بدیم، اکثرا گیرن تو اینجا. ببینید اگر که خب حالا مثلا بلد نیستید انگلیسی رو ترجمه بکنید که خب با این پرامپت میتونید بیاید و یه همچین حرکتی رو بزنید. پروژه‌اش هست و خب یه سری سایت های خاصی که تخصصی میان یه همچین کاری میکنن. به درد چه کسایی میخوره؟ به درد دانشجوهایی که میخوان ارائه بدن، ارائه دانشگاهی. البته خب الان دیگه چت بات ها اومدن دیگه، کسی دم پر این چیزا نمیره، اما بازم هنوزم که هنوزه مترجم رو میخوان. خب و یه چیز دیگه هم که بهتون بگم، در آینده هوش مصنوعی ما دیگه رشته زبان انگلیسی رو نداریم، اصلا مدرس نداریم، اساتید و اینا همه هست میشن. در آینده هوش مصنوعی رفته هست میشن. الان خیلی راحت میبینین دیگه، من با یه پرامپت ساده خیلی کارا میتونیم انجام بدیم. خب میریم سراغ پرامپت، بهش میگیم تو یک مترجم کارکشته انگلیسی به فارسی هست. برای اینکه کیفیت خروجی کامل و خب خیلی مثلا بالا باشه، از آب در بیاد، باید ریز به ریز مشخص بکنیم دیگه. پس باید بهش بگیم ما میخوایم انگلیسی رو به فارسی تبدیل کنیم، یه وقتی میخوایم چینی رو به فارسی تبدیل کنیم میگیم بهش، یه وقتی میخوایم آلمانی رو به فارسی تبدیل کنیم یا فارسی رو تبدیل به چینی بکنیم، باز باید بهش بگیم. خب پس باید دقیق مشخص بکنیم جز به جز. خب این متن زیر رو با زبان فارسی روان و بدون حالت ماشینی ترجمه کن طوری که مناسب استفاده در مقاله یا کپشن باشه. حالا میگیم 2 نقطه، میایم پایینش و پرانتز رو باز میکنیم و متن انگلیسی رو کپی میکنیم، پیست میکنیم اینجا و بعدش چیکار میکنیم؟ آخر متن انگلیسیه میبندیمش. چرا این کارو کردیم؟ برای تاکید بیشتر، برای اینکه این پرامپت بالایی رو با این پایینیه قاطی نکنه، 3.5 قاطی میکنه. خب برای اینکه آقا مثلا متوجه بشه و بعدش چی کار میکنیم؟ ارسال میکنیم براش. وقتی ارسال بکنیم میاد و اون رو ترجمه میکنه خیلی روون و خیلی. من چون حالا متن انگلیسی نداشتم ننوشتم براش و خب اینم گفت اومد پرسیده، میگه که آقا پس متنت کو، ببین لطفا متن انگلیسی ما نظر ترجمه داخل آکولات قرار بده یا مستقیما ارسال کن تا ترجمهش کنم. ببین خودش هم اومده توجه کرده به این آکولات یا
پرانتزه. خب پس مهمه. میتونید مثلا دبل کوتیشن بذارید، اینا میتونید این رو هم بذارید برای تاکید بیشتر. میتونید این بهش میگن دبل کوتیشن، یه کوتیشن مثلا اول متن بذارید، یه کوتیشن هم آخر متن، اما خب پرانتز بهتر عمل میکنه. خب بریم سراغ پرامپت پنجم و پرامپت آخرمون، یعنی نوشتن متن تبلیغاتی، کمپین های فروشگاه ها، کسایی که پیج دارن. خب ببینید یه متن تبلیغاتی خوب مساویه با فروش بالا دیگه. خب پس ببینید مهمه. ما الان ببینید مثلا یه سایتی رو ما میزنیم، یه حالا مثلا شلوار جین مشکیه مثلا فاق بلند، خب میخوایم بخریم دیگه، مهمه برام میزنیم کدوم نظرمون رو جلب میکنیم. وقتی صفحه اول گوگل میریم یا مثلا توی حالا سایت های فروشگاهی دیجی کالا یا مثلا با سلام تورو یا مثلا پیجا میریم سرچ میکنیم، کدوم نظرمون رو جلب میکنه؟ همونی که باهاش سرچ کردیم، انتظاراتمون رو سرچ کردیم. خب حالا یه متن تبلیغاتی مثلا موضوعش با انتظارات ما یکی باشه، کپشنش یا توضیحاتش بیاد و جوری بنویسه که ما رو جذبمون کنه. پس مهمه که چی بنویسیم. خب ما با پرامپتمون خیلی راحت میتونیم و بیایم یه همچین حرکتی رو بزنیم. خب چی باید بهش بگیم؟ فرض کن که تو یک کپی رایتر حرفه‌ای هستی برای یک فروشگاه آنلاین. حالا موضوع فروشگاه رو بنویسیم برای یک فروشگاه فیزیکی آنلاین فیزیکی. موضوعش چیه؟ من میگم آقا مثلا من مثال دارم میزنم لوازم آرایشی، متن تبلیغاتی کوتاه بنویسی با تاکید و کیفیت، قیمت تخفیف دار و لحن صمیمی که مشتری رو به خرید ترغیب کنه. ببینید دوستان، برای هر کدوم از این کارا خب یه سبد خرید مکملی رو هم بچینید برای خودت. یه وقت یکی پیج داره، خب کپشن میخواد، کپشن هم مثلا پرامپتش برین پیدا بکنین، من برای کپشن گفتم. یکیه مثلا برای پیج نداره، مثلا پیج میخواد، شما باید بلد باشین، یعنی مثلا ساخت پیج هم بیارین جزء سبد خریدتون. خب بذار من یه مثال بزنم. شما میرین بقالی که یه شونه تخم مرغ بگیرید، بقالی محلتون، خب میرین یه شونه تخم مرغ میگیرین، نهایت چیپس و پفک هم میگیرین میاین. خب اما میرین توی فروشگاه بزرگ، مثلا نمیدونم افق کوروش، میرین آقا مثلا نمیدونم بازار کوثر، رفاه، اینور اونور، خب بازار چای بزرگ، میرین برای یه شونه تخم مرغ. وقتی برمیگردین خیلی چیزا رو خریدین. خب حالا اون فروشگاه داره، خب شما میشین یه جورایی محصولاتتون رو، سبد خریدتون رو یه جوری بچینین که علی رغم این که هم خانواده و مکمل هم دیگه هستش و خب همه جوره با هم تلفیق و با هم زنجیره. کسی که طراح سایت باید SEO بلد باشه. خب به غیر از SEO تبلیغات سرچ ازم جز بشه. آقا ساخت لوگو هم میشه گفت، برای مقاله نویسی هم میشه گفت،
برای آقا مثلا نمیدونم طراحی وبم همین جور. خب اینا جزو مثلا ساخت اپلیکیشن، مثلا خب طراحی گرافیک، اینا مثلا جزو سبد خرید است. سبد خریدتون هر چقدر گسترده تر بشه، مشتری بیشتری دارین، مشتری مداری هم اضافه بکنین بهش و خب یه چیز گولی از آب در میاد دیگه، یه جوری میشه که دیگه نمیتونید سرتون رو بخارونید تا این حد. پس میشه با هوش مصنوعی در واقع پول ساخت، فقط کافیه که بلد باشیم چه جوری باش حرف بزنیم. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. اگر که این ویدیو براتون مفید بود لایک بکنید، حتما نظراتتون رو برا من کامنت بکنید. اگه مشکلی داشتین زیر همین ویدیو بنویسید. حتما کانال سکوی هوش برتر رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو روی آل قرار بدین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارت.